سرایندگان و ربسرایان با بزم و محفلهای حرامشان بس نبود که باز حجونگاران و یا به اصطلاح پریکالیست ها در این کارهای شیطانی فعال شده اند. با نوارهایی که سراسر همه ترغیبات بی‌حیایی است، برادران و خواهران ما را به بی‌حیایی میکشانند. صحنه‌های از خیانت‌های زن و شوهری را به نمایش میگذارند که البته تأثیر بد خود را در قلب جوانان این امت میگذارد. با رمز و کنایه سخنانی میگویند که اخلاق جوانان این امت را ویران میکند. شما خود قضاوت کنید که این ابله خدا به خبر چه میگوید؟ اوین همین یک دونار ریش، همین یک تور ریش. بابی اکو بچم این برای رکلام های ولی متده پولون میکن. حجونگار مشهور با تخلص بابای میرگن با ثبت کردن این نوار شیطانی و پهن کردن آن در شبکه ها خیال میکند که خیلی کار خوبی انجام داده است، بیخبر از آن که در بین امت محمدی بی‌حیایی را پهن کرده گناه بزرگی را مرتکب می شود. و مثل این بابای میرگن زیادند حجونگارانی که چنین نوارهای حرام را پهن می کنند، خصوصا زنهای حجونگار که روز تا روز صفشان زیاد شده ایستاده است. مگر این ترغیبات بی‌حیایی نیست؟ برادران و خواهران ما وقت این سخنان را میشنوند چی فکر میکنند؟ غیرت و مردانگی شما کجا شد که خود شما آنها را دستگیری میکنید، در کنال این گونه فاسقان آبونه میشوید و لایک مانده نوارهای آنها را به دیگران میرسانید؟ مگر مسلمانی شما همین است؟ خود را چگونه حس میکنید وقتی همسر یا دختر و یا مادر و خواهر شما همین نوار را تماشا کند؟ چون این نوارها خیلی زیاد شده ایستاده است که ما میبینیم و دم نمیزنیم، بلکه برعکس چون این نوارهای شیطانی را دستگیری کرده و دیگران میفرستیم و در کامنتری ها تعریف هم میکنیم. حتی بعضی احمق ها ماشاءالله هم می نویسند. العیاذ بالله. پیامی من به همه حجونگاران، به همه ریبسرایان و به همه سرایندگان و کسانی است که بی‌حیایی را در بین امت محمدی پهن می کنند. از الله مقتدر بترسید و بیش از این بی‌حیایی را در بین امت محمدی پهن نکنید. بترسید از آن عذابی که الله متعال در دنیا و آخرت برای پهن کنندگان بی‌حیایی وعده کرده است. با آیات 19 سوره نور یک نظر اندازید، خودتان میفهمید که برای پهن کنندگان بی‌حیایی چگونه وعید سختی آمده است. بترسید از آن روزی که بمیرید در حالی که این همه گناهان شما زنده باشد و در شبکه ها دور بزند، تا روزی که این نوارهای حرام شما هست در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. آیا باری هم عاقبت این کار ناروای خود را اندیشه کرده اید؟ خداوند حق را بر ما نشان دهد و پیروی کردن را از آن توفیق عطا فرماید و باطل را، کار حرام و ناجایز را به ما نشان دهد و پرهیز کردن و دوری جستن از آن را برای ما توفیق عطا فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.